در 3 دهه گذشته ترکیه همواره دروازه‌ای بوده برای گذر پناهجویان ایرانی به غرب. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و پیامدهایش هزاران ایرانی به ترکیه رفتند تا بلکه با کمک سازمان ملل آینده خود را در یکی از کشورهای غربی بسازند. اما برای بسیاری از پناهجویان ایرانی و افغان این آرزو به یک کابوس تبدیل شده. بلا تکلیفی در ترکیه، مشکلات مالی و کاری و برای بسیاری از خانواده‌ها تحصیل فرزندان. بسیاری از آنها از بی‌توجهی مقامات سازمان ملل شاکی‌اند و از زمانی که طول می‌کشد تا حتی وقت مصاحبه بگیرند. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول ژیار گل به دیدار گروهی از پناهجویان ایرانی در آدانا رفته. ماریا و هاکان استرالیا gitmişler یعنی رفتن به یک کشور غربی. امروز این تنها هدف برای این پناهندگان ایرانی در ترکیه است. این یکی از کلاس‌هایی است که پناهندگان ایرانی اینجا وقت خودشون رو میگذرونن. اکثر اینا جوون هستن، میبینم از ایران اومدن بیرون با امید اینکه بتونن ترکیه رو به قصد کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی یا استرالیا ترک بکنن. اکثر دانش آموزان این کلاس درس زبان پس از ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران به ترکیه گریختند و خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه معرفی کردند. دولت‌هایی مثل ایران که شناخته شدن برای دنیا به یه جوری ضربه دیدیم، یا به خاطر عقاید سیاسیمون یا به خاطر عقاید مذهبیمون و یا به خاطر حتی شرایط اقتصادی. تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران و کاهش ارزش تومان در مقابل دلار شرایط زندگی برای این پناهندگان را مشکل‌تر کرده. باز ما قبلا میشد از ایران برامون پول بفرستن، اما با این اوضاع دلار الان هیچی نمیشه. واقعا اینجا کار کردن باید کارهای سنگین انجام بدیم. واقعا بعد اجازه کار نداریم، پولی هم بعد چون اجازه کار نداریم اگه هر چقدر کار کنیم اونقدر پول بهمون نمیدن که. بعد واقعا سخت، محیط کارم همینطور. بسیاری از این پناهندگان ایرانی سالهاست که در ترکیه گیر کردند، نمیتوانند برگردند، نمیتوانند به کشور دیگری بروند. پیش مصاحبه شدم تو دفتر پلیس اینجا و یه وقت بهم دادن واسه 2 سال دیگه. چند نفر از شما قبولی نداره؟ احساس می‌کنم که سنم داره میره بالا و من هنوز اینجام و اونورم میخوام برم. سنم هنوز چقدر میخواد باشه. منتظر باید ببینیم، چاره نیست. رضا چوپانی مدیر مدرسه پناهندگان ایرانی در آدانای ترکیه است. او نیز سالهاست در ترکیه پناهنده بوده و با مشکلات آنان آشناست. من تقریبا الان 10 سال اینجاست. 10 سال اینجاست. درست. فکر میکنن مثلا زمانی که وارد محیط ترکیه بشن خودشون رو به سازمان ملل معرفی میکنن، بعد از چند ماه کارشون درست میشه و میرن، اما بدین صورت نیست. این پناهنده‌ای که وارد خاک ترکیه میشه حداقل برای رفتن از این کشور به کشور ثالث حداقل 4 سال 5 سال طول میکشه. در ماه‌های اخیر کارکنان سازمان ملل متحد سرگرم پناهندگان سوریی بودند که به طرف مرزهای ترکیه هجوم آوردند. به نظر میرسد پناهجویان افغانستانی و ایرانی بایستی خود را برای انتظار طولانی تر در ترکیه آماده کنند. ژیار گل، BBC، آدانا. وضعیت برای پناهجویان افغان در ترکیه هم مشابه است. کمیساریای عالی سازمان ملل به بسیاری از آنها گفته بروند و 1.5 سال تا 3 سال دیگر مراجعه کنند. جمال الدین موسوی به دیدن تعدادی از این پناهجویان رفته. این محله دیپلمات نشین آنکارا با میهمان بیگانه نیست، ولی کسی برای این مهمانهای ناخوانده فرش قرمز پهن نکرده. اینها گروهی از 10 خانواده افغانی هستند که در روزهای اخیر از مرزهای ایران به ترکیه رفتند و در این پارکینگ عمومی ساکن شدند. جایی نچندان دور از دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. تو ایران ما رو نمیذارن
نمیذاشتن دست بخونیم، پول ازمون زیاد میخواستن، مدرک هم بهمون نمیدادن. به خاطر همین اومدیم اینجا. بابام به خاطر آینده بچه‌هاش اومد اینجا. پلیسا میومدن خونه رو تخلیه میکردن، همه افغانی‌ها هم میگرفتن میبردن سلامه ازش میکردن. در ایران در سالهای اخیر استانهای زیادی برای افغانها منطقه ممنوع اعلام شده، تا اندازه‌ای که حالا اقامت افغانها فقط در 3 استان تهران، قم و البرز بلامانع است. از 28 استان باقی مانده، افغانها در 14 استان به هیچ وجه حق کار و یا اقامت ندارند و در 14 استان دیگر فقط در بخش‌های مشخص می‌توانند زندگی کنند، البته به شرط داشتن مجوز اقامت. اگر استانی برای افغانها ممنوع اعلام شد، آنها باید ایران را ترک کنند و یا خود را به مکانی دیگر منتقل کنند که عملاً با انتقال آنها در بسیاری از موارد موافقت نمی‌شود. تو یاسوج زندگی می‌کردیم. یاسوج هم دیگه توی 9 سال چیزش کرده، ممنوع اعلان کرده بود. هر کاری کردیم گفتم انتقالی بده برای شهرستان شیراز یا مثلا بوشهر یا مثلا نورآباد، چیز انتقالی بهمون نمیداد. ما 7 میلیون پول پیش داشتم، 2 میلیون وسایل خانه فروختم، اومدیم اونم کرایه را کردیم. حالا نه پول داریم که بیام در پارک بخوریم، یک نان بیاریم، یک ذره مردم نان میاره که نه میموریم نه زنده میشیم. پناهجویان افغان فقط در آنکارا دیده نمیشوند. آنها در شهرهایی مثل وان، توکات، کریکالی، ختای و استانبول هم هستند. از جمله خانواده‌های شبها را در این پارک استانبول می‌گذرانند. مدارک اقامتی این مرد و خانواده‌اش در ایران باطل شده. ما رو بزرگ بیرون کرد. که ما اونجا خودم دشمندار بودم در افغانستان، که نمیتونستم برم اونجا. اینجا پناه آوردم به سازمان ملل. تابستان امسال در شهرستان یزد رسانه‌های محلی از قتل دختری ایرانی به دست مردی افغان خبر دادند. این خبر باعث شد که عده‌ای از اهالی خشمگین به تعدادی از افغان‌ها حمله کنند و با آتش زدن خانه تعدادی از آنها انتقام بگیرند. به همین دلیل چند نفر از شهر یزد به اینجا آمدند. دیگه همه با افغانی بد شد. ما هم خانه ما دم کشتارگاه بود، فرار کردیم آمدیم دیگه. اذیت تا آزار ما دادن. جایی که میرفتیم به افغانی خانه نمیدادن. پناهندگانی مثل اینها برای گذر از پل خوشبختی و رسیدن به بخشی از خاک اروپا به آسانی به اینجا نرسیدند. آنها دل را به دریا زدند و خود را به قاچاقچیان انسان سپردند. از مسیری کوهستانی و عمدتاً با پای پیاده مرزی پرخطر را گذشتند و خیلی از آنها با همان قاچاقچیان راه دریا را در پیش می‌گیرند. سفیر افغانستان در آنکارا میگوید که مسئولیت اصلی مشکلاتی که این پناهجویان با آن روبرو هستند بر عهده قاچاقچیان انسان است. اگر واقعیت‌های مهاجرت یا مثلا رفتن از ایران به ترکیه یا از ترکیه به جای دیگر، واقعیت‌های مهاجرت برای مردمی که میان به این طرف گفته شد، ما فکر میکنم که یک تعداد شاید فکر دوباره بکنن سر از که این خطر را قبول بکنن یا نکنن، چون این راه بسیار پر خطر است و تعداد زیادی از هموطنان ما به خاطر رفتن به اروپا یا رفتن به جای دیگه از بین رفتن که من فکر میکنم این خودش یک فاجعه انسانی است که بعد از این جلوگیری بکنیم. اینجا البته امید پناهندگان نه به سفارت کشور خودشان، بلکه به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد است که سالانه هزاران پناهجوی بیوطن را راهی کشورهای مهاجرپذیر می‌کند. ولی این سازمان به عده زیادی از مراجعه کنندگان افغان گفته است که بروند و سال 2014، سال 2015 و یا حتی سال 2016 برگردند. تا آن مدت هیچ مرجعی به نیاز افغان‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند پاسخ نمی‌دهد. این تاریخشه 2015 این چه وقته؟ حالا این سازمان مشغول بررسی وضعیت نزدیک به 6000 افغان در ترکیه است که بیش از نصف آن زنان، کودکان یا سالمندان هستند. از شهرهای مرزی تا آنکارا و از آنکارا تا اینجا در استانبول هزاران پناهجو در یک کشور ولی بین 2 قاره سرگردان هستند. بعضیا میگن که ترکیه دروازه قاره سبزه و بعضیا میگن که فقط در باغ سبزه. جمال الدین موسوی، BBC استانبول. در همین باره از نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه پرسیدیم آیا افزایش مسئولیت‌های سازمان در قبال سیل پناهجویان سوری به ترکیه است که وضعیت دیگر پناهجویان را تحت شعاع قرار داده؟ Well, in Turkey, UNHCR is not
کار ثبت نام آواره‌های سوری در ترکیه با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیست. دولت ترکیه تصمیم گرفته که خودش ثبت نام و حمایت از اونها رو انجام بده و خیلی هم خوب عمل کرده. البته ما هم مشاوره و حمایت میدیم و در اردوگاه‌ها نظارت و کمک میکنیم. در بین سایر پناهنده ها اولویت فقط بر اساس آسیب پذیری صورت میگیره. وقتی افراد به سراغ ما میان، اگر ببینیم کسی بارداره یا سال خورده است یا آسیب روحی خاصی دیده، هر کس که زیر 18 سال باشه یا تک مادری که با بچه‌هاش اومده، اینها در اولویت قرار میگیرن و در سریع ترین زمانی که بتونیم به پرونده هاشون رسیدگی میکنیم که کمی سریعتر از روند عادیه. It's at a slightly faster pace than for those who don't have those specific vulnerabilities. خب پس با این حساب چرا فکر میکنید که وضعیت برای پناهجویانی مثل پناهجویان ایرانی و افغان بدتر شده که میگن 2 تا 4 سال باید صبر کنن فقط برای وقت مصاحبه برای ثبت نام؟ It is a very long time and the primary reason for that. بله، زمان خیلی طولانیه و دلیل اصلیش اینه که تعداد کسایی که برای درخواست پناهندگی به ترکیه میان به شدت افزایش یافته. افغان‌ها، ایرانی‌ها، عراقی‌ها، سومالیایی‌ها و بسیاری دیگه. در شرایطی که تعداد پناهجوها 200% در 2 سال گذشته افزایش داشته، منابع مورد نیاز برای پاسخگویی به اونها به همون مقدار افزایش نیافته. برای همین شاهد چنین تأخیرهای طولانی و مشکل سازی هستیم. ولی مهمه که اشاره بشه به محض اینکه افراد به اینجا میرسن و خودشون رو به ما معرفی میکنن، تحت حمایت قرار میگیرن. دولت ترکیه هم اسامی اونا رو ثبت میکنه و معلوم میشه که کجای ترکیه باید زندگی کنن. بنابراین امکان نداره که به زور برگردونده بشن که قدم اول بسیار مهمیه. خب آیا کمیساریای پناهندگان نیروی خودش رو افزایش داده متناسب با افزایش متقاضیان؟ The reality is that the pace of new arrivals. واقعیت اینه که اگه تعداد پناهجوها با همین روند چند ماه اخیر رشد کنه، هیچ مقدار افزایش نیرو نمیتونه زمان بررسی پرونده ها رو اونقدری که باید کاهش بده. این تعداد در 3 ماه گذشته 1500% افزایش داشته. مسئله خیلی حساسیه. ما با مقام‌های ترکیه در ارتباطیم که ببینیم چه راه حلی پیدا می‌کنیم و مطمئن شیم که نظامی کارآمد و متناسب با اندازه این جمعیت پناهجو داریم. برای مقایسه یک مثال میزنم. در 21 ماه گذشته بیش از 200,000 پناهنده سوری به ترکیه اومده. اونها تک به تک مراحل درخواست پناهندگی رو طی نمی‌کنن. در عوض یه سیستم حمایتی موقت براشون به وجود اومده که در اون ثبت نام میشن و مورد حمایت‌هایی که با شرایطشون مناسبه قرار میگیرن. این مسئله‌ای که ما داریم با مقام‌های ترکیه دربارش حرف میزنیم که ببینیم بهترین مکانیزم چه هست. افغان‌ها سالهای زیادیه که به ترکیه میان، ولی تعدادشون هیچ وقت انقدر زیاد نبوده. مهمه بدونین افزایش تعداد مربوط به افغان‌های ساکن افغانستان نیست، مربوط به افغان‌هایی که سالها در ایران زندگی کردند و تحت حمایت بودند، حالا با شرایط دشوار اقتصادی در ایران دوباره مجبور به جابجایی شدند. بنابراین جدا از صحبت با مقام‌های ترکیه، ما داریم دلایل این جابجایی رو هم بررسی می‌کنیم. چرا بعد از این همه سال در ایران اینها دوباره راهی کشور دیگه‌ای شدن؟ راه حلی در ایران یا برای بعضیشون در افغانستان موجود هست؟ ما یه طرحی برای یافتن راه حلی با دوام در ایران شروع کردیم. باید مطمئن باشیم مردم به دلایل غیر ضروری آواره نمیشن. باید دلایل پایه‌ای رو بشناسیم و راه حلمون رو با مقتضیات اون جمعیت خاص پناهجو تنظیم کنیم. خیلی از این پناهجوها سال‌هاست که منتظرن و شاید بشه گفت آسیب پذیرترین اونها کودکانشون هستند. آیا فکری شده برای اونها تا برای مثال بتونن مدرسه برن؟